ماشینایی که ارتفاع کمتری دارن مرکز ثقلشون پایین‌تره که توی پیچ‌ها خطر چپ شدن رو کمتر میکنه. آیرودینامیک بالاتری دارن و نسبت به فشار هوا مقاومت کمتری نشون میدن که خودش باعث میشه یه ذره مصرف سوخت رو پایین بیاره. راه‌های زیادی برای پایین آوردن ارتفاع ماشین هست که امروز می‌خوایم اونا رو بررسی کنیم و یه سری نکات برای ارتفاع سواری بهتون بگیم. پس اگه ارتفاع ماشینتون رو آوردید یا می‌خواید بیارید پایین، تا انتهای این ویدیو با من همراه باشید. به یه ویدیوی دیگه خوش اومدید. من علیرضا هستم و توی این کانال در مورد تقویت، تیونینگ، بازسازی و تغییرات خودرویی صحبت می‌کنم. اگر به این سبک ویدیوها علاقه دارید کانال رو سابسکرایب کنید تا اگه میخواید تغییر رو ماشینتون انجام بدید یا قطعه‌ای بخرید بتونید تصمیم بهتری بگیرید. وقتی صحبت از لوازم افتر مارکت و شخصی سازی خودرو میشه یه سری قسمت ها هستن که بیشتر از بقیه نیاز به اهمیت دارن که این به این معنیه که همون بار اول باید به درستی اون کار رو انجام بدید و قطعه مناسبی براش انتخاب کنید. سیستم تعلیق خودرو قطعاً یکی از اون قسمت هاست. برای تغییر ارتفاع خودرو اول باید مشخص کنید که از چه قطعه یا سیستمی میخواید رو ماشینتون ارتفاع کنید. برای تغییر ارتفاع خودرو اول باید مشخص کنید از چه سیستم یا قطعه‌ای میخواید استفاده کنید که ارتفاع ماشینتون رو بیارید پایین‌تر. برای این کار اولین قطعه‌ای که میخوام معرفی کنم گیره فنره که من خودم به شخصه نشنیدم کسی اونو توصیه کنه، نشنیدم کسی از اون قطعه استفاده کنه. کافیه گیره فنر ببندید رو ماشین تا دو جا که رو دست انداز میرید این گیره جابجا بشه و در کل توصیهش نمیکنم. دومین و سومین گزینه هم چون انتخابای مزخرف و آشغالی ان من خودم هم توصیهش رو نمیکنم انجام بدید. دوتاشو با هم میگم، گرم کردن فنر و بریدن فنره. من خودم تو 19 سالگی فنرم رو بریدم، ارتفاع ماشینم رو آوردم پایین. قطعا شما هم خیلیاتون انجام دادید، ولی خب انقدر سواری مزخرفی داشت و عملکرد افتضاحی داشت من خودم سر یه هفته سر همون فنر رو فابریک برگشتم. میرسیم به 3 تا راه اصولی که میشه اونا رو انجام داد که ارتفاع ماشینتون رو بیارید پایین تر. اولیش فنر اسپورت که میتونید خیلی با هزینه کم یه راه مؤثر و اصولی داشته باشید، ارتفاع ماشینتون رو تا حدی بیارید پایین. سایز مناسبش رو انتخاب کنید هر چقدر که میخواید، ولی خب در کل فنر اسپورت فقط فنر اسپورته و قرار نیست قابلیت یا تنظیمات خاصی داشته باشه و چیز خاصی بهتون ارائه بده. فقط یه ذره ارتفاع ماشینتون رو میاره پایین تر. ولی خب اگه بخواید قابلیت‌های بیشتری داشته باشید میتونید از کویلوور استفاده کنید. کویلوور یک کمک و فنره که با هم دیگه مچ شده و قابلیت‌های زیادی مثل تنظیم ارتفاع، حالا سفتی، نرمی رانندگی، زاویه چرخ و کلی چیزای دیگه که اگه بخواید از ماشینتون توی پیست استفاده کنید یا حالا یه استفاده‌های بیشتر از رانندگی معمول داشته باشید و علاوه بر فنر اسپورت و ارتفاع بخواید قابلیت تنظیم اونم داشته باشید. مثلا بعضی وقتا بیاریدش پایین‌تر، میخواید تو کارشو برید، بعضی وقتا ببریدش بالاتر، میخواید مثلا مسافرتی برید، باری قراره سوار ماشینتون کنید. خب این قابلیت ها رو بهتون میده که توی یه ویدیوی دیگه کامل در موردش صحبت کردم و میتونید اون ویدیو رو ببینید تا اطلاعات بیشتری در مورد کویلوورها به دست بیارید. میرسیم به گل سرسبد این ویدیو، یعنی همون سیستم پنوماتیک که فکر میکنم 90% ما ماشین بازا دوست داریم این سیستم رو روی ماشینمون پیاده کنیم و لذت ببریم از هوا سواری اگه بشه گفت. کارخونه ها خیلی وقت دارن از این سیستم استفاده میکنن، BMW، مرسدس بنز و خیلی کارخونه های دیگه دارن ایر ساسپنشن رو روی ماشیناشون نصب میکنن. البته سیستم جدیدتری هم اومده، مگنتیک هست یا همون آهنربایی که اونم تقریبا میشه گفت خیلی وقت داره توی کارخونه ها ازش استفاده میشه، ولی خب برای ماها توی ایران همون پنوماتیک هم آرزوه که یه ماشینی که از کارخونه میخریم ایر ساسپنشن داشته باشه و پنوماتیک روش باشه. ولی خب حالا جدای از اونا کسایی که ماشینای قدیمی تر هم داشتن دوست داشتن این سیستم رو روی ماشینشون داشته باشن، به خاطر همین تولید کننده های افتر مارکت شروع کردن به تولید این قطعات برای ماشینای قدیمی تر که توسط کارخونه روشون فابریک نصب نبود
و خب افتر مارکت یعنی همین، یعنی بتونید قابلیت‌های بیشتری داشته باشید، بتونید کارهای بیشتری انجام بدید و توی سیستم تعلیق پنوماتیک این کار رو براتون انجام میده و تمام قابلیت‌هایی که بخواید بهتون ارائه میده. خیلی راحت میتونید یه جا پارک کنید، ماشین رو بخوابونید رو زمین، از دیدنش لذت ببرید، حالا چند تا عکس هم ازش بگیرید و وقتی سوارش میشید دوباره ارتفاعتون رو بیارید بالا و یه رانندگی خیلی خوب و لذت بخش داشته باشید. این سیستم توی ایران فکر نمی‌کنم زیاد به درد ما بخوره، چون ما جاده هامون خیلی صاف و با کیفیته، چاله چوله که اصلا نداریم. هر از گاهی حالا به یه سری دست انداز کوچیک برخورد میکنیم که نیازی نیست خیلی ارتفاع ماشین بیاد بالا، اونایی که دارن ارتفاع ماشینشون رو میارن پایین. به هر حال نمیخوام این ویدیو رو خیلی طولانی کنم. در مورد پنوماتیک و ایر ساسپنشن هم یه ویدیو قبلا ضبط کردم که اطلاعات کامل رو توش قرار دادم و لینکش رو میذارم این بالا، میتونید ازش استفاده کنید و اطلاعات کامل تری به دست بیارید. خب بعد از اینکه تصمیم گرفتید از چه قطعه یا سیستمی میخواید استفاده کنید، مهمترین انتخاب بعدیتون انتخاب برند یا کمپانی تولید کننده اون قطعه است. کمپانی‌های زیادی هستن که قطعات افتر مارکت تولید میکنن، هر کدومشون امکانات و قابلیت‌های خاص خودشون رو در اختیارتون قرار میدن. تا جایی که میتونید، تا جایی که بودجه‌تون اجازه میده، سعی کنید از برندهای معروف‌تر و قطعات بهتر استفاده کنید تا اینکه یه موقع دوباره کاری نشه و به خاطر خریدن یه جنس ارزون مجبور نشید که چند بار خرج کنید تا به اون نتیجه دلخواهی که دوست داشتید برسید. از قدیم گفتن یه کاری رو میخوای انجام بدی، همون بار اول یا درست انجامش بده یا اصلا اون کار رو انجام ندی، خیلی بهتره. من میدونم کمپانی‌های معروف قطعاتشون گرونه، سیستم‌های گرونی دارن ارائه میدن تو بازار، ولی خب وقتی یکم ریزتر به روند تولید اون قطعه یا کارخونه های این برندها دقت میکنی، میبینی که این قیمت بیشتر منطقی بوده. مثلا کمپانیایی مثل KW که معروفترین و بهترین کمپانی برای تولید کویل اوور هست، یا مثلا آکوا ایر و ایرلیفت توی سیستم پنوماتیک خیلی به جزئیات اهمیت میدن، یا اولویت اولشون برای مشتریاشونه، اولویتشون توی سادگی نصب و کیفیت بالای قطعاته. خب شما میتونید از یه برند خوب یه قطعه رو تهیه کنید و خودتون نصب کنید. هزینه‌ای که میخواید بدید برای اجرت نصب، اونو بذارید واسه گرفتن یک کیفیت بهتر، یه قطعه بهتر. تمام کمپانی‌های معروف سادگی رو تو نصب رعایت کردن و تماماً همشون دفترچه راهنمای نصب 0 تا 100 توشون قرار داده شده که خودتون بتونید به سادگی اون کار رو انجام بدید. دومین نکته‌ای که باید بهش دقت کنید رینگ و لاستیکتونه. اگر که نمیخواید هزینه اضافی برای تغییر رینگ و لاستیک یا باد دادن به گلگیرتون داشته باشید، حتما به سایز رینگ، لاستیک و آفست رینگتون دقت کنید که دوباره کاری نشه و نخواید یه هزینه‌ای بابت خرید یه دست رینگ و لاستیک جدید یا حالا باد دادن توی لاستیک داشته باشید و با این حال توی دست اندازا، توی چاله چوله ها یا سر پیچا لاستیکتون توی گلگیرتون گیر نکنه. به زودی یه ویدیو هم برای انتخاب رینگ و لاستیک، سایز رینگ و لاستیک و نکات بیشتر و کاملتری در مورد ارتفاع سواری ضبط میکنم. پس این کانال رو سابسکرایب کنید تا این ویدیوها رو از دست ندید.